رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف که همزمان سردار منطقه مدافع حدودی رقم یک نیز می باشد، روز 18 ایون در یک جلسه مشترک با اعضای ستاد این منطقه مدافع حدودی که روبران مقامات حفظ حقوق، سرداران ریاست کمیته ها و اداره و مؤسسه های ضد دخل را در بر میگیرد، تاکید کرد که وضعیت ناامن در کشور هممرز افغانستان ما را هشدار می‌دهد که ثبات داخلی را تامین نماییم. در حالت احتمال خللدار ساختن مرز دولتی بهر محافظت خاک مقدس کشور استادگری نموده عکس‌العمل جوابی را از خود نشان دهیم. در جلسه گفته شد که طبق معلومات رسمی فعلا وضعیت در ولسوالی بورک و زیباک و مایمه ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان مرکب باقی میماند. گروه های تندرو اکثر منطقه های هممرز با تاجیکستان را تصرف کردند و به زیربنای کشور همسایه خسارات مالی و جانی وارد کردند. یادگار فیضوف در این شرایط تقویت دادن ذخیره مادی و تکنیکی و انسانی را در شهر و ناحیه های همسرحد ولایت مختار کوهستان بدخشان وظیفه مهم کار اعضای ستاد منطقه مدافع حدودی رقم یک نامید و معین و مشخص نمودن جایهای امن، ذخیره مواد سوزشواری، خوراک و لباسواری و نقلیات ضروری را در حالت احتمال قبول گریزه های اجباری از خاک کشور هممرز مهم مانیداد نمود. گفته می شود در اطلاعیه خدمات مطبوعات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، بنا به این منبع رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف اوید به هماهنگسازی نقشه عمل با اهالی و کمک و دستگیری سرحدبانان ابراز نظر نموده گفت همکاری ساکنان دهه های نزد سرحدی با سرحدبانان را در سطح ضروری برآمانده آن را تقویت باید داد. همچنین رهبر ولایت بابت هرچه بیشتر تفسیح و تاکید دادن فعالیت منطقه مدافع حدودی و گذرانیدن مشق‌های مشترک ابراز نظر نموده افزود از بس که ولایت مختار کوهستان بدخشان با جمهوری اسلامی افغانستان مرز طولانی دارد، پرزور نمودن فعالیت منطقه های مدافع حدودی به طور دائمی و در حالت آماده باش قرار داشتن اعضای آن ضرور است. بررسی وضع افغانستان در جلسه مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در حالی است که بنا به خبرها جنگجویان جنبش طالبان در این اواخر حدود 30 ولسوالی را از جمله چندین منطقه در مرز با تاجیکستان را تصرف کردند. این نگرانی های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان می تواند بعد خروج تکیه‌گاه اساسیش نیروهای ائتلاف بین المللی سقوط کند. قرار است نیروهای امریکا مهره اساسی این ائتلاف الکی تا ماه سپتامبر سال جاری ترک افغانستان کنند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی در پس منظر پیشرفت‌های اخیر طالبان مجبور شد که جنرال بسم الله خان محمدی یکی از یاران احمدشاه مسعود را اخیراً وزیر دفاع تعیین کند. اشرف غنی طی 7 سال ریاستش یگان بار نمایندگان قوم‌های غیر پشتون را به رهبری این وزارت کلیدی در حکومتش تعیین نکرده بود.